با خبر و گزارش‌های تازه شما را از استودیوی مرکزی رادیو آزادی همراهی می‌کنیم. روز بخیر. سرخط موضوعهای برنامه امروز 13 دکبر. از دمدی دوای مسکو به فرودگاه شهر کӯлоб каромат شریپов فعال حقوق مهاجران به تاجیکستان اخراج شد. سرنوشت منبعدی شریپов روشن نیست. فاронсавиро که می‌خواست تاریخ تاجیکستان در افغانستان به گروه даҳшатафканони давлати исломӣ بپیوندد برای 5 سال زندانی گشت. آیا تاجیکستان به برنامه محو بیسوادی مالی احتیاج دارد؟ یک سازمان بین‌المللی پژوهشی را انجام داده میگوید 71% پرسیده شده ها مبلغ خود را درست صرف نمی کنند. каромат شریپов رهبر جنبش مهاجران تاجیک به تاجیکستان فرستاده شد. اخراج فعال حقوق مهاجران از روسیه در پی قرار دادگاه ولایت مسکو صورت گرفت که دیروز برگزار شده بود. منابع رادیو آزادی میگویند каромат شریپов ساعت 3 شب امروز به فرودگاه شهر کӯлоб رسید. از این فرودگاه شریپov کجا شد؟ میرزا خالقزاد تحقیق کرد. از لحظه به خاک تاجیکستان رسیدن پای каромат شریپов تقریبا 12 ساعت میگذرد، ولی هنوز نه مقامات رسمی و نه پیوندانش نمیدونند که سرنوشت بعدی او چی بوده است. каромат شریپov ساعت 3 شب امروز به فرودگاه کӯлоб آورده شد طریق هواپیما، ولی هنگام وارد شدنش به تالار کӯлоб معلوم نیست که او را مقامات بازداشت کردند یا نه، چون که مسئولان فرودگاه کӯлоб در صحبت با رادیو آزادی تصدیق کردند که در خط مسافران واقعا نام каромат شریپov جای داشت. اما طوری که نزدیکان каромат شریپov میگویند خودی каромат شریپov در فرودگاه کӯлоб با آنها در تماس شده و خیلی هم در تماس کوتاه گفته است که او را مقامات انتظامی تاجیکستان بازداشت کردند، ولی بعد اون به کجا رفته است تا هنوز هیچ اطلاعی در دست نیست. ضمناً وکیل مدافع каромат شریپov الکساندر медведова که در مسکو از حقوقهای او حمایت میکرد در صحبت با رادیو آزادی گفت وقتی که каромат شریپov را از طریق هواپیمای دمدید و گسیل میکردند در دستان او زولانه بود، یعنی به اصطلاح نروشنیک بود و اون به تاجیکستان آورده شده است. این وکیل مدافع каромат شریپov گفت که در نسبت سرنوشت بعدی او هیچ اطلاع ندارد و میگه که امکان دارد که каромат شریپov در تاجیکستان وکیل مدافع بگیرد، زیرا قانونهای تاجیکستان با قانونهای روسیه در این مسئله ها و شرایط ها موافقت نمی کنند. روز 12 دکبر در دادگاه ولایت مسکو قضیه каромат شریپov بر اساس عریضه شکایتی وکیلان مدافع او بررسی شد و دادگاه ولایت مسکو قرار دادگاه لیبرتسک را به تغییر گذاشت و بر اساس این каромат شریپov به تاجیکستان ویدورینه یعنی اخراج کرده شد و همین طور در رابطه با اخراج каромат شریپov هنوز ده ها سوال های بی جوابی هستند که پاسخ میخواهند، زیرا اگر каромат شریپov بر اساس گفته نزدیکان او از جانب مقامات انتظامی بازداشت شده باشد، چرا قبلا مقامات انتظامی تاجیکستان در نسبت او پرونده باز نکردند و او را در پیگرد جنایی قرار ندادند و همین طور سوال های زیادی هستند که شاید در برنامه‌های بعدی ما به شما شنوندگان عزیز، بینندگان عزیز معلومات خواهیم داد. میرزا خالقزاد، شادمانی تیم رادیو آزادی دوشنبه. موضوع نوبتی هم به روسیه ربط میگیرد که در این اواخر خدمات امنیتی آن درباره خونسا کردن عملهای تروریستی زیاد خبر پخش میکنند. دیروز هم رهبر خدمات امنیتی روسیه گفت که آژانسی تحت نظر او حلقه تندروان را محو نمود که نقشه داشتند به هنگام چوربینی‌های بزرگ در این کشور ترکیش انجام بدهند. تفصیلات را از کیومرثی تو میشنویم. الکساندر بورتنیکوف رئیس خدمات فدرالی امنیتی روسیه یا FSB روز سه‌شنبه گفت که بعد از شکست گروه даҳшатафкани давлати اسلامی در سوریه سلاح به دستان این گروه سعی دارند به روسیه برگردند. ما فعالیت‌های یک گروه از زادگان آسیای مرکزی را متوقف کردیم که هدف داشت در دوره جشن سال نو و معرکه انتخابات پرزیدنتی حمله‌های تروریستی از جمله بمبگذاری‌های مرگ طلبانه راه‌اندازی کند. از تروریستان مواد ترکنده و سلاح و مهمات مصادره شد. همچنان یک لابراتوری تروریستان محو کرده شد. رهبر خدمات فدرالی امنیتی روسیه گفت گمانبران روز 11 دکبر در نواحی اطراف مسکو بازداشت شدند، اما الکساندر بورتنیکوف دقیق نگفت که چه تعداد از شهروندان آسیای مرکزی را دستگیر کردند. در گذشته مقامات روسیه برخی از زادگان آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان را به همکاری با گروه‌های افراطی و تشکیل حمله‌های مسلحانه متهم کرده بود.
از جمله مقامات روسیه صادق آرتیقوف شهروند تاجیکستان را بازداشت کرده گفتند او به عاملان ترکشی ماه اپریل امسال در متروی شهر سنت پتربورگ ارتباط دارد. سفارت تاجیکستان در روسیه میگوید تا هنوز معلوم نیست که بازداشت شده های اخیر زادگان کدام از کشورهای آسیای مرکزی هستند. سرور بختی سخنگوی سفارت تاجیکستان روز 13 دکبر گفت از روی قانونهای بین المللی اگر شهروندان خارجی دستگیر شوند مقامات دخلدار این کشور باید سفارت را در کوتاه‌ترین فرصت آگاه کنند. ولی او گفت سفارت تاجیکستان درباره بازداشت گروه از زادگان آسیای مرکزی رسما از مقامات روسیه هیچ حجت نگرفته است. این شب و روز کشورهای پساشوروی از بازگشت شهروندانشان از میدانهای جنگ عراق و سوریه بعد از شکست گروه даҳшатафканон давлати اسلامی نگران هستند. امسال دادگاه‌های تاجیکستان حداقل پرونده بیش از 10 نفر را بررسی کردند که بعد از شکست گروه دولت اسلامی از سوریه برگشتند. اخیراً مقامات ترکیه نیز گفتند که 10 شهروند تاجیکستان با شمول 1 زن و 5 کودک با گمان بازگشت از میدانهای جنگ سوریه در این کشور بازداشت شدند. кайумар сиато буд ки аз қавли коршиносон мегуфт бо мағлуб шудани гурӯҳи даҳшатафкани давлати исломӣ мақомоти кишварҳо аз эҳтимоли бозгашти ҷангҷӯён ба ватан нигаронӣ мекунанд. аммо аллакай ҳолатҳое сабт шуданд ки шаҳрвандони хориҷӣ мехостанд қаламрави тоҷикистонро барои убури марзи афғонистон ва пайвастан ба гурӯҳи тундрав истифода намоянд. аз ҷумла ахиран додгоҳи ноҳияи исмоили сомонии шаҳри душанбе як шаҳрванди фаронсаро бо ҳамин айб ба 5 соли зиндон маҳкум кард. дар айни замон мақомоти афғонистон мегӯянд ки қасд доранд амалиёти бузурге барои поксозии 3 вилояти афғонистон сари пул форёб ба ҷӯҷонро аз ҳузури ҷангҷӯёни даҳшатафканони давлати исломӣ оғоз кунанд. давлатвазирӣ сухангӯи вазорати дифои афғонистон гуфт сарфи назар аз миллият ҳамаи ҷангҷӯёнро нобуд хоҳанд кард. дар ин миён вазъи ду ноҳияи вилояти ҷӯҷон бадтар аст ва ҳамкорам тоҳири сафар дар суҳбате бо қодир ҳабиб сардабири радиои афғонистони озод аввал дар бораи вазъи ин вилоят суҳбат кард. بله، مقامات محلی در جوزجان میگویند که شورشیان داعش توانستند بخش اعظم دو ولسوالی ولایت جوزجان درزاب و قشتیپه را در تصرف خود در بیارند و تعداد زیادی از خانواده ها مجبور شدند تا این مناطق ترک بگویند. جنگجویان داعش از مکاتب در این منطقه به حیث مراکز نظامیشان استفاده میکنند. مکاتب کاملا در این منطقه در این ساحه بسته شده و مردم محل اکثرشان به مرکز ولایت جوزجان به شهر شبرغان پناه آوردند. اونا در وضعیت بدی به سر میبرند، بخصوص در هوای سرد زمستان در زیر چادرها یا خیمه ها بدون سرپناه. برای اونا وضعیت خیلی دشوار است در این شب و روز. و خودت قبل از صحبت گفتی که عملیات برای پاکسازی این مناطق از حضور جنگجویان داعش شروع شده. اگر راجع به این بیشتر میگفتی؟ امروز گزارشی که ما داریم یک سخنگوی اردوی افغانستان در شمال افغانستان میگه که اینا عملیات را در ولایت فاریاب در 3 ولسوالی شیرین تگاب، خواجه سبزپوش و دولت آباد آغاز کردند و عملیات نظامی به شدت همین حالا جریان داره. اونا وعده دادند که عملیات دیگری را در ولایت جوزجان در هفته آینده آغاز میکنن، اما از اعلام وقت مشخصی عملیات اونا خودداری کردن. گزارش ها هست که در بین این جنگجویان خارجیان هستند، چه حتی فرانسوی ها و آلمانی ها. راجع به این حضور این جنگجویان خارجی مقامات افغانستان و خبرنگاران شما در افغانستان چی میگویند؟ بله، مقامات محلی عمدتاً در این مورد صحبت میکنند و از حضور جنگجویان خارجی بخصوص در ولسوالی درزاب که به عنوان مرکز پایگاه داعش در شمال افغانستان حالا داره مبدل میشه صحبت کردن. گفتن که از ملیت‌های مختلف، از فرانسوی ها نام برده شده، از الجزایری ها و حالا از آلمان ها حتی نام میبرند مقامات محلی، اما اینا در این زمینه اسناد و شواهد ارائه نکردند به خبرنگار ما. همچنان از کشورهای آسیای میانه، از ازبکستان به خصوص نام برده شده
جنبش نهضت اسلامی ازبکستان به رهبری ملک یولداش فعلا در افغانستان اینا فعالیت داشتن پیش ازی و اینا حلف وفاداری به داعش یاد کردن که اینا همه دست به دست هم داده در این مناطق فعال هستند. شکل کامل صحبت را میتوانید در وبسایت ما www.azadi.org و آزادی ویدیو یوتیوب پیدا کنید. برمیگردیم به تاجیکستان. یک پژوهش تازه بانک جهانی مشخص کرده است تعداد بیشتری ساکنان تاجیکستان سواد کافی مالی ندارند و مبلغ‌های خود را هدفمندانه استفاده نمیبرند. امروز 13 دکامبر بانک جهانی در شهر دوشنبه با معرفی این پژوهش نتیجه میان دوری طرح سواد ملی را خلاصه‌گیری کرد. این طرح از سال 2013 در تاجیکستان عملی می شود. بر پایه یک نظرسنجی معلوم شده است که تنها 29% پرسیده شده ها در مناطق مختلف تاجیکستان درآمد خود را درست صرف می‌کردند. پژوهشگران میگویند نداشتن سواد کافی مالی از سبب‌های اساسی فقر در میان ساکنان این کشور است. در تاجیکستان امسال بیش از 200,000 صاحبکاران خرد میانه ترک پیشه کردند. انجمن صاحبکاران خرد میانه تاجیکستان این آمار را در یک همایش در شهر دوشنبه اعلام داشت. با این 200,000 نفر افرادی که طریق پتنت و هم آنهایی که با شهادتنامه صاحبکاری فعالیت میکردند شامل هستند. بنابر تحلیل این انجمن در سال جاری شماره آنهایی که ترک صاحبکاری کردند خیلی بیشتر از سالهای قبلی بوده است. بیش از همه در ولایت سوخت صاحبکاران فعالیت خود را قطع کردند که شمارهشان به 65,000 نفر میرسد. اما مقامات تاجیک میگویند کاهش یافتن تعداد صاحبکاران موقتی است و با رفع شدن تاثیر بحران آنها دوباره به کار شروع میکنند. در قزاقستان دهها نقبکن دست به اعتراض زدند. مقامات منطقه کرغنده روز 12 دکامبر گفتند که حدود 200 کارگر در 4 کانه انگشت شختینسک 2 شب را در زیر زمین سپری کردند. آنها طلب دارند که مزد مهنتشان بلند و شرایط کاریشان بهتر شود. به گفته مقامات گفتگو با انگشتکنها ادامه دارد. در حالی که دهها نخبگان ناراضی از زیر زمین بیرون نمی آیند، در قزاقستان معرکه به نام نورسلطان نظربایف پرزیدنت کشور گذاشتن انشاءات مهم در اوج است. به لفظ اجتماعی توجه کنید. امسال فرودگاه بین المللی آستانه قزاقستان برای خط طولانی جایها و مؤسسه های شامل شد که نام پرزیدنت نورسلطان نظربایف را کسب کردند. هر شهری این کشور می تواند نام شما را داشته باشد، زیرا شما با آن حیات و خون نو جاری کردید. در قزاقستان دانشگاه و پژوهشگاه و کتابخانه به نام نورسلطان نظربایف بوده عکس او در پل ملی جای داده شده است. حزب حاکم نیز نام نور آتن را اختیار کرد. در رمز این گروه سیاسی امضای نظربایف را می‌بینید. بعضی ها فکر میکنند که از حد گذشته است. همه جا به نام نظربایف است و فکرم درست نیست. خود نورسلطان نظربایف هم میگوید این پیشنهاد او نیست. در همه جا نور است. دیروز پارلمانت میخواست پایتخت را به نام من گذارد. من هیچگاه چنین پیشنهاد نکردم. اجازت دهید آن را نور پلازا گذاریم. من در این باره حرف نزدم. شما از کجا این چیز را آموختید؟ زندگی آموزان. آستانه پلازا. نورسلطان نظربایف از سال 1991 به این طرف پرزیدنت قزاقستان است. تأثیر او در همه جا احساس شده، به نظر نمی رسد که این تأثیر کاهش یابد. و دسته منتخب تاجیکستان در مسابقات قهرمانی فوتزال آسیا 2018 که از 1 تا 11 فوریه سال 2018 در تایبه چین برگزار خواهد شد در گروه ب با تیم‌های ملی ازبکستان، ژاپن و کره جنوبی رقابت می‌کند. دو دسته زورترین از هر گروه به دور پلی آف راه می‌یابند. این چند مطالب مهمی بود که تا این لحظه در اختیار داشتیم. خبرگزاری‌های بیشتر در سامانه ما azadi.org، صفحه‌های ویژه ما در شبکه‌های اجتماعی و آزادی ویدیو یوتیوب قابل دریافت است. تشکر که امروز نیز ما را همراهی کردید. فردا در همین وقت با شما و می‌خوریم. تا برنامه فردا خدا نگهدار هر یک شما باشد.